سلام، من پارسام. خوش اومدید امروز. دوست من و از خوبهای فرارای مغزی و نخبگان آینتوون. مرسی. ما امروز اومدیم پرواز کنیم با گلایدر. یه کمپی هست نزدیک شهر نایمیخن. خودم هم اولین بار میام اینجا. کمپ هوانوردیه، مخصوص کسایی که دوست دارن با ایرکرافت پرواز بکنن. البته این ایرکرافت ها انجین نداره، توسط یک هواپیمای دیگه کشیده میشه که هواپیمای ملخیه. ما هم امروز قراره که سوار یکی از اینا بشیم برای اولین بار. حالا من توضیح بدم. بفرمایید. سلام، من میتام. اومدیم امروز پرواز کنیم با این چیزای کوچولو موچولو که نمیدونم سیستم چیه. میخوایم بریم و من از ارتفاع میترسم. ما رو نرسیده پرت کردن بیرون. یه آقای اومد با این چیزایی که چمن میزنن گفتش که بریم بیرون. حالا بعد دید دوباره گفتن که بعد برگردیم اونجا. ولی که من انداختم بیرون اونجا بود. چرا ما رو پرت کردن بیرون؟ خیلی غیر خلبان میزدیم. ما تو کاپشن خلبانی داریم. من عینک دارم. موتور سواریه. به من فهمیدن که من خلبان نیستم. صحنه دیدم از پرش این هواپیما و من نمیام. تا اینجای کار دنبال کننده و سابسکرایبرها رو آوردیم. اگه سابسکرایب نکردین لطفاً الان سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. میخواید دستشون رو بذاری تو اثر. وای، یه دونه نخه. با اون نخه میری و اون نخه هست اون پایین. نمیدونم اون نخه چیکارت میکنه. سیم بوکسل. با سیم بوکسل میری. بعد نمیدونم دیگه کجا میری ولی هواپیما رفت الان نیست. من پرسیدم بیمه داره. خب بمیرم کی میخواد؟ بیمه رو میخوام چیکارش کنم؟ متوجه شدیم که حتی هواپیما هم نمیکشدمون و یک ماشین کشنده که این سینه رو خیلی تند میکشه و ما شتاب میگیریم. بقیهش دیگه بیمه اول فرضیه کلا. چند ساعتی هست اینجا این داریم چیت چت میکنیم. چیت چت ساعت ها جای شما خالیه. منتظر نوبتمون شه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. جوشامون هم ببینین حالا که این جوشای مهمونیه. الان داشتیم راجع به این حرف میزدیم که چقدر آدما احساساتشون رو سخت بروز میدن. نظر من این یه فرآیندیه که تو اروپا خیلی اتفاق میفته. ولی من به نظرم کلا انسان‌ها همینن، چون من حتی با انسان‌های ایرانی هم که در ارتباطم 90%شون اینطوریه. ولی تو ایران راحت‌تر اکسپرس نمی‌کردن. من تو ایران توی دایره از دوستا بودم که همه خیلی احساساتشون رو بیان می‌کردن. من فکر می‌کنم یه چیز عادیه. یعنی همون آدما مثلا مهاجرت می‌کنن اینجا باز یه لول سردتر میشن از طریق محیط. انگار جو اینجا یه جوری روزای اول سرکوب میکنه، نمیدونم میزنه تو ذوقت یا یه محیط جدید تو میری توی مود دیگه ای میمونه سرت. من خیلی اکسپرسیوم، خیلی احساساتم کلا همیشه بروز میدم. یعنی دلم میخواد یه جا گریه کنم، حالا اگه تو جمع خیلی عجیبی باشه میرم یه گوشه واسه خودم گریه‌مو ولی میکنم. سرکوبش نمیکنم. مثلا میرم تو دستشویی میشینم یه رو گریه میکنم بعد میام مثلا. حالا این کار نکردم. این کارو میکنم اگه نیاز باشه. یا مثلا عصبانیتمو بروز میدم، نه با خشم ولی بروز میدم. مثلا میگم عصبانیام یا احساساتم کلا بیان میکنم. اولش فکر میکردم این یه ضعفه که من دارم. وقتی اومدم اینجا چون یهو از یه چیزی که خیلی فکر میکردم عادیه تبدیل شد به یه چیزی که خیلی کمیاب شد.
تو اطرافم. می‌دونم که شاید یه ضعفیه که دارم، یه مدتی حتی یک نفر باعث شد که اینو باور کنم که این ضعفه. مثلا قوی بودم به اینه که بیان نکنم، ولی در واقع فهمیدم که اتفاقا یه اسکیله، یه مهارته. ما یه چیزی داریم تو فارسی، من خیلی هم مثال میزنم تو این ور اون ور جلسه ها این ور اون ور، میگم هر راستی یا نباید گفت. خیلی چیزا راسته ولی نباید بگی. من بیشتر تو صحبت کاری نمیگم، تو فضای کاری اینا نمیگم. تو فضای کاری قبول دارم، ولی مثلا بیشتر دارم تو فضای احساسی تر، مثلا رابطه های احساسی یا مثلا دوستی، اینا دارم بیشتر صحبت میکنم. به نظرت آدم ها اینجا دیرتر اعتماد میکنن؟ آره، کلا خیلی اینجا آدم ها ایندیویدوال ترن و حتی به خودشون هم اونقدر اعتماد نمیکنن یا همه چیشون رو نمیسپرن دست هم دیگه، حتی بین خودشون. ربطی هم خیلی نداره که خارجی باشه، ولی خیلی آدم ها مستقل ترن اینجا، مستقل تصمیم میگیرن، مستقل فکر میکنن. مثلا ما تو ایران یه دونه بخوای بری باشگاه به 10 نفر زنگ میزنی حداقل 2 نفر باید بیان، ولی اینجا اینجوری نیستن. اینجا اصلا زنگ نمیزنن، میرن. مثلا یه موقع ازشون میپرسی چی کار میکنی، میگه دارم میرم باشگاه و مثلا تو خواستی بهش جوین میشی. ولی ما اینجوری نیستیم. ما اول شروع نمیکنیم به انجام یه کار بعد جوین بدیم به آدمو، یعنی بعد آدما رو بگیم بیا. اول اکیپو میچینیم، بعد مثلا تصمیم میگیریم چیکار کنیم. اومدیم رسیدیم اینجا، فرود اومدیم و خیلی حالت تهوع فراوون گرفتم. الان پارسا داره میره سوار شه، ولی خیلی جالب بود. اون قسمتش که میره هوا اینجوری دلت میریزه باحال بود، ولی فقط باحال بود، جالب بود. پارسا داره میره، داره آماده میشه. عالی بود. ببین چیشو دوست داشتی؟ من دوستش نداشتم. تو بگو چیشو دوست داشتی که میتونستی پرواز کنی. بعد تازه اون جویستیکش هم داد دست خودمون یه ذره پرواز کنیم. میتونم این زاویه رو داشته. بله. این هواپیماها من یه توضیحاتی رو بدم خدمتتون. توضیحات خلبانش پرسیدم. خب هواپیماها ارزونش 6000 تا تقریبا 6-7000 تا 500000 تا هم میتونه بره. اگر انجین داشته باشه که کمک میکنه در واقع التیتودتون بره بالاتر، وقتی که دارید ارتفاع میگیرید حداقل 50000 تا میاد رو قیمت هواپیما. شما نباید لزوما بخرید، میتونید بیاید عضو این کلابا بشید، استفاده بکنید. لاجیکش اینه که شما از اینجا میری سمت اون ابرای جلو پفکیا. خب اونجا هوای گرمه. هوای گرم از پایین
شما رو لیفت میکنه به سمت بالا. شما هی میچرخی و این لیفت هوای گرم رو میگیری تا التیتودت بره بالا و همزمان داری ارتفاع که از دست میدی، خب سرعت میگیری دیگه. خب یو مساوی ام جی هاش، بابا ولمون کن. الان سابسکرایب میکنه میگن ولمون کن. اینا چیه؟ بچه ببخشید این یه ذره بچه دوستمون یه ذره نرده، یه کوچولو به فرار مغزیه رد داده. نه گات نمیدونم فرار مغزیه. بعد من اینجا یه دور زد و همینجا لنگ کرد. از اون ور اومد، از اون ور رفتیم، از اون ور اومدیم. شما کدوم ور میرید؟ ما این ور. بفرمایید.